بسم الله الرحمن الرحیم. عملهای ارزشمندی که در دهه اول ماه ذوالحجه انجام داده می شود. از حفصه رضی الله عنها آمده است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز نهم ماه ذوالحجه را روزه می گرفتند. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هیچ روزهای نزد الله بزرگتر و محبوبتر از دهه اول ماه ذوالحجه نیست. پس در این روزها ذکر لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله را زیاد بگوید و در این ده ماه ذوالحجه استغفار را زیاد کنید، تلاوت قرآن را زیاد کنید و مداومت و محافظت بر نمازهای نفلی هم ثواب بیشتری دارد و خیر و احسان در این ماه به یتیمان و بیوه‌زنان و بیچارگان و حاجتمندان از بهترین عملها حسابیده می شود و پیوند کردن رسمان قرابت و خویشاوندی هم از بزرگترین عمل است که انسان انجام دهد. امام مسلم رحمه الله از ابو قتاده روایت می کند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتند روز عرفه یعنی روز نهم ماه ذوالحجه بخشیده می شود گناه 1 سال پیش و 1 سال بعد. امام بخاری از ابن عباس الله تعالی از آنها راضی باد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت هیچ روز عمل صالح در آن روزها دوست داشته‌تر نیست در نزد الله از این روزها، یعنی 10 روز ماه ذوالحجه. گفتند ای رسول الله و نه جهاد در راه الله؟ گفتند و نه جهاد در راه الله مگر مردی که برآمده باشد به نفس و مالش و پس باز نگردد. از این فهمیده می شود که 10 روز ماه ذوالحجه عملی صالح در این روزها فضیلت و ثواب زیاد دارد و کوشش کنیم در این 10 روز عملهای صالح را زیاد انجام بدهیم. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.